اگر بخوای به یک ملتی مسلط بشی، اول هویتشون رو ازشون بگیر. چجوری هویت یه ملتی ازشون گرفته میشه؟ وقتی که تو رو به داشتهات راضی نکنن و تو رو تشویق کنن به داشته هایی که مال تو نیست، عاریه است، یعنی جعلیه. به محض اینکه تو داشتهات جعلی بشه، هویتت رو از دست میدی و وقتی اینو از دست میدی، اون وقت دیگه فکر نمی کنی یه نویسنده بزرگی در کشورت هست که همه جهان بهش افتخار میکنن، یه آهنگساز بزرگی در کشور تو هست که در همه جهان به اون افتخار میکنن و تو اونو از یاد بردی. چیز دیگری مقابل تو قرار میدن که اون به نظرت جذابتر میاد، مثل غذای مطبوع خونگی رو فراموش کنی و به فست فود علاقه‌مند بشی. این طعم و این بوی خونگی از فرهنگ، از موسیقی، از ادبیات، از هویت ما گرفته شده.